سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را برای دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. در ویدیو امروز ما چند آهنگی که در آگ یمن و یمن کلیان جور شده این یک جا میبینیم و کار میکنیم. آهنگ افغانی در آگ یمن. خب دوستای عزیز، حالا یک دفعه دیگه ما راگ یمن به روی کیبورد همین نوتایش البته نشان میتم و همونطوری که شما میفهمین آروی زی از نی شروع میشه، اما من حالا از سه برای شما فقط ایده نشان میتم نوتا را که ببینیم که وقتی که ما آهنگ میخوانیم باز مطمئن باشیم که نوتایی که ما استفاده میکنیم نوتای راگ یمن است. این کمک میکنه برای ما که ما بفهمیم که در راگ یمن جور شده و یا نشده. خب ما نوتای راگ یمن یک دفعه تکرار میکنیم. سا ری گا خب در اینجا ما مایتیور اصلا در راگ یمن مایتیور استفاده میشه، اما در یمن کلیان اردوی ما استفاده میشه. حالا ما آهنگ میبینیم از نمیفهم که کدام آهنگ اصلا از کی است، اما ما ایده از استاد ناشناس همچنان شنیدیم و از استاد احمد ولی همچنان ما این آهنگ شنیدیم که این در راگ یمن جور شده. حالا ببینید شما که ما ایده میخوانیم و میبینیم. از امی کرچه سی است. خب ابرو میبارد من میشوم یا جدا. یک بار دیگه تکرار میکنم. ابرو میبارد من میشوم یا جدا. چون کنم دل بچونی دوستای عزیز، اگر شما همونطور انتریشون ببینین این چیز است که تنها امی مایتیور استفاده شده و ما اینجا چطور فهمیدیم که راگ یمن است؟ از این که اول امی نوتای راگ یمن استفاده شد، بعد از اون مشخصه بسیار مهم راگ یمن دیدیم که پچه از پشت پر ری آمد. ببینید شما یک دفعه که اثر میریم و شما پاور ری رو ببینید شما. مشخصه بسیار مهم راگ یمن.
در تمام آهنگ ای استفاده میشه، تکرار میشه. نیره گه، ما دو مشخصه دیدیم، یکی نیره گه را دیدیم که این کامبینیشن نوت بسیار اصلا هویت است برای راگ یمن که ما اینجا تجربه کردیم و دیدیم. و همچنان برای وصل میشه و شما تش نوت ها هم دیدیم که پاوری وقتی که وصل میشه ما نمیگیم اتر، یعنی ما جدا نمیگیم، یعنی ما اینمی دو نوت گره ما این استفاده نکردیم. تش نوت فقط اینجا این استفاده شده، گه استفاده شده اینجا. و امی قدر مشخصایی که ما دیدیم بر ما ثبوت میکنه که امی آهنگ در راگ یمن جو شده. و آنتریش هم دوستان عزیز، شما که این آهنگ یوتیوب سرچ کنین ببینین و آنتریش هم که بخونین فقط امی نوت هستن و برای ما بسیار واضح نشان میدن که امی آهنگ در راگ یمن جو شده. احسان تیرا گام مجھے پر دل چاہتا ہے کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا. دوستان عزیز، دیدیم امیال ما که دمی آستایی می آهنگ ما شما دیدیم که ما شده همچنان ما استفاده کردیم و ما به بسیار خوبی دیدیم که از برای چی رقم وصل شدیم. ببینید شما یک دفعه دیگه ما یک جایی رو میبینیم احسان تیرا گا مجھے پر دل چاہتا ہے وہ سہیلی تو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے شد شما دیدین که اینجا ما شدم چنان استفاده کردیم. این تیور ماسته و این شد ماسته. و دوستای عزیز دیدیم که ما شتو از آمدیم برای مشخصی بسیار مهم راگ یمن که برای وصل میشه، یعنی دو تا نوت تش نوت یا کانسور هم چون استفاده میکنیم که اتمیم در حقیقت ما میگیم یعنی شده ما و گر همچنان ما اینجا تش میکنیم که این دو تا تچ نوت هستن، یعنی کانسور دمیجه به منیس کانسور ما اید استفاده میکنیم. و تا ما دیدیم که امین نوت های راگ یمن استفاده کنیم، ولی ما در انتریش باز متوجه میشیم که همچنان ما این مارا یعنی تیور مارا همچنان ما استفاده میکنیم. شما ببینید یک دفعه
شما که ما ابروی زیر استفاده کردیم. یک دفعه دیگه بریم ببینیم یک جای متوجه شیم. ببینید دوستان عزیز که ما در تریج بسیار واضح دیدیم که همچنان هر دوی معرفی ما استفاده میکنیم. پس از این بسیار واضح معلوم میشه که نوتای امی خود راگ یمن بود و به خاطری که دو تا نوت، هر دو نوت ما در استفاده شده بود، از همون خاطر است که این به نام راگ یمن کلیان یاد میشه. و ما همچنان مشخصی دیدیم که برای چی رقم برای وصل میشه و همچنان در این قسمت ما دیدیم که کانسور البته دوستای عزیز هر را کانسور داره و ما بسیار خود ما میتونیم که در وقتی که آهنگ میخوانیم اینا را ما خود ما به حساب پیدا کنیم. مثلا شما میبینید در اینجا چقدر کانسور استفاده شده، می آسایش در حقیقت ما نمیگیم که گاری گاری سا بدون کانسور اترس، اما ما میگیم یعنی ما را اینجا ما شده همچنان به نحیث کانسور یک تاچ میکنیم که در اینجا یک کانسور است. دیگه شاید میبینیم یعنی اینجا ما سر باز یک تاچ میتیم. حالا یک دفعه ما امیده به شکل آکار میریم. دوستان عزیز، ما دمی آستایی ازی بسیار واضح دیدیم که نمی آهنگ راگ یمن کلیان است. ببینید که ما اردوی مر استفاده کردیم در اینجا و شما آیستایی شویناش بخونید، وقتی انتریش بخونید شما میبینید که مکمل نوتای یمن کلیان در استفاده شد. ببینید یک دفعه دیگه ما یک جای میبینیم که چطور فهمیدیم.
مشخصه بسیار مهم که راگ هویت است اینجا مای دوازی میبینیم. نی ری گا ایره پیدا کردیم. باز پیش میریم. جان نیکی زده نکرو دیدیم که ما پر برای وصل کردیم و در این همچنان تشت نوت یا کانسپر همچنان استفاده کردیم. ما جدا جدا نخوانیم که تر بخوانیم پره نه یعنی در حقیقت ما در دو نوت هم همچنان یک کم تشت کردیم و برای آمدیم که اینجا این مشخصه بسیار مهم دیگه راگ یمن هستم. و ما دیدیم که اردو سرش چطور استفاده کردیم. ببینید شما جان نیکی زده نکرو زده نا زده نکر سوری جانی کی زده نکرو زده. شما ببینید زده این نوت استفاده کردیم، یعنی مای شده ما اینجا استفاده کردیم که آل پسان میبینیم که این مرام استفاده میکنیم. جانی کی زده نکرو مای تیور هم استفاده کنیم. کلوت چاینگی استبات کیا تیور ما نکرو آج جانے کی زده نکرو. دوستان عزیز، این آهنگ هم در راگ یمن است که ما این درجه میبینیم. خودو سے چولو تم میرا پیت امر کر دو خودو سے چولو تم میرا پیت امر کر دو.
این بود ویدیوی امروز دوستای عزیز. امیدوار هستم اوقاتی که با ما بودین خوش گذشته باشه و ما تانسته باشیم که از یک دیگه خود چیزهای نو یاد بگیریم. تا هفته آینده دوستای بسیار خوب و نازنین، بدرود. بای بای.